کاملا درسته. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به شقاوت ها، وقتی که ما نگاه میکنیم به کارهایی که رژیم صهیونیستی صورت داده، واقعا ببینیم که چه در قبل از 7 اکتبر و چه در بعد از 7 اکتبر. بله خب تو لبنان قبل از هر چیز ما در واقع هم دولت داره کمک میکنه، هم نهادهای مردمی، تشکلهای مردمی خودشون رو آماده کردن برای تظاهرات امروز روز قدس. خب روز قدس با توجه به نسل‌کشی و اقدامات شرورانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین طبیعتاً امسال با یک شور و حرارت بیشتری انجام خواهد شد و در واقع این آمادگی وجود داره، چه در نزد مردم چه در نزد دولت، که انشاءالله بتونیم یک تظاهرات بسیار بسیار عالی رو امروز داشته باشیم. به هر حال لبنان، بله درست فرمودید، خب به لحاظ جغرافیایی هم به صورت قرابتی که با فلسطین داره، ما به هر حال یک حس برادرانه و صمیمانه ای رو با برادران فلسطینیمون داریم و البته ممکنه یک سری مسائل سیاسی در درون تشکل‌های لبنان باشه، ولی این با مانع نمیشه که ما همیشه طرفدار فلسطین هستیم.